استاد ما در انگلیس به حیث پیش خدمت کار میکنیم. اینجا همه نمودی نوشاکهای اسپریتی وجود دارد. مشتریان مهمانخانه سفارش میکنن، ما میبیاریم. ما گناهکار میشیم، معاش ما حلال میشد. یعنی این کار نادرست است برادر عزیز. یعنی کار دیگر جستجو کنید. در جایی که مواد مخدر میفروشد یا عرق و نوشاکی و اسپریتی میفروشد، ممکن است در آنجا کار کردن و دراز کردن. حتی پدرتون اگر عرق بیار گفت یا عرق گران گفت، شما باید اطاعت نکنید. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الله تعالی میگه که در گناه یاری ندهید، کسب نوجوید. الله تعالی من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه. کسی که یک عمل به خاطر الله ترک کند، الله تعالی از وی عوضی نیک میدهد. این وظیفه ترک میکنید، الله تعالی از این بهترش عوض می. وعده پیامبر صلی الله علیه و سلم است و این سنت حیات دنیا هست. بله در ابتدا کمتر عذاب میکشید، کمتر وزنینی میکشید،